مؤلفان گزارش اصرار دارند که یکی از همسران رمضان قادیروف فاطمه خزویوی 30 ساله است. رهبری چچنستان بار اول او را سال 2006 در آزمون زیبایی در شهر گرازنی دیده است. فاطمه در آن آزمون مقام دوم را گرفت و طبق معلومات لایحه با زن دوم قادیروف شدن موقع خود را مستحکم کرد. حالا او در پایتخت چچنستان خانه بزرگ دارد. این منزل فاطمه خزویوا در قلب چچنستان در مقابل قصر شوهرش رمزان قادیروف می باشد. ولی خزویوا نه تنها در شهر گروزنی بلکه همچنان در شهر مسکو مالکیت غیر منقولگران نرخ دارد که طبق حساب‌های گروه ایجادی پروژه با 470 میلیون روبل روسی و یا $610,000 برابر است. مؤلفان گزارش می نویسند که مادر خزویوا صاحب یک مرکز عافیت بخشی در چچنستان است و با یاد پدر مرحوم مدل سابق در جمهوری روسیه مسجد ساختند. فاطمه خزویوا رسما در مأموریت قادیروف کار میکند و ماه 80,000 روبل مزد کار داشته است. با معاش 80,000 روبل خزویوا برای خریدن منزل‌های کنونیش باید تخمیناً 500 سال کار کند. یک آزمون زیبایی برپا شد و رمزان قادیروف با غالبان آزمون ازدواج کرد. از میان آنها فاطمه توانست که به همسر دائمی قادیروف تبدیل یابد. او برای قادیروف طفل به دنیا آورد. در چچنستان در این باره بسیاری ها خبر دارند. علاوه بر این به گفته روزنامه‌نگاران زن رسمی قادیروف مدنی با نسبی دیگر شناسنامه دارد و این نسبی ساخته برای ثبت نام اموال قیمت از جمله در مسکو استفاده می شود که در اعلامیه‌های دارایی قادیروف یاد نشدند. این شخصی نو نیست. این همان زن همسری رمزان قادیروف مدنی موسویونا قادیرووا می باشد که در سندها زیر نام نو پنهان است. نام پدر به فامیلیا تبدیل یافته، جای تولد بدون تغییر مانده است. روزنامه‌نگاران گروه ایجادی پروژه باور دارند که تمام خراجات عائله قادیروف از حساب بنیاد پرداخت می شود که به نام پدرش احمد تشکیل شده است. روزنامه‌نگاران مستقل روسیه و فعالان حقوق انسان در تفتیشات خود نوشتند که این تشکیلات همچون یک فاند عمومی چچنستان کار می‌کند و آن را خود قادیروف نظارت می‌کند. پروژه علاوه می‌کند که کارمندان دولتی، صاحبکاران و منصبداران مجبورند به این بنیاد مبلغ گذرانند. تحلیلگران معتقدند سرور چچنستان حداقل 3 زن دارد. گروه پروژه به جز مدنی قادیرووا و فاطمه خزویوا نام امینه احمدووا را نیز ذکر می‌کند. او سراینده و رقاص چچن است. طبق حساب‌های روزنامه‌نگاران پروژه ارزش عمومی اموال غیر منقول به نام زنان غیر رسمی رمضان قادیروف در چچنستان و ناحیه‌های با نفوذ مسکو ثبت شده تقریباً 800 میلیون روبل یا $12.5 میلیون را تشکیل می‌دهد.